از تنهایی نترس. هیچ وقت نتونستم باش کنار بیام. ازش میترسیدم. از تنهایی، یا بهتره بگم از با خودم تنها شدن. خودم رو توی بقیه جستجو میکردم. هر چیزی که نیاز داشتم به خودم بدم، مثل عشق، توجه، محبت، اینا رو به بقیه میدادم. همیشه از خودم فرار میکردم تا اینکه باهاش مواجه شدم. شاید برات سوال باشه چطوری؟ خب راستش خیلی آسونه و خیلی هم سخت. یادم روزای اولی که سعی میکردم تنها باشم زیاد میزدم زیر قولم و مدام سرمو میکردم تو این گوشی و هی چکش میکردم. با دوستان میرفتم بیرون و خلاصه از تنهاییم فرار میکردم. از یه جایی به بعد یه سیلی خوردم. دیدم دیگه بسه. باید به این زهرا توجه کنم تا اینکه ناجی بقیه باشم. خودم از همه بیشتر به کمک نیاز داشتم، ولی کی بود که به من کمک کنه؟ معلومه، فقط خودم. و کی بهتر از خودم؟ در واقع فقط خودمونیم که میتونیم به خودمون کمک کنیم. سوال مهم: چرا باید تنها باشیم؟ اگه قرار بود تنها باشیم، چرا این همه آدم خلق شدن؟ یکم داستان فلسفی شد. اما در حد فهم خودم میتونم بگم توی تنهایی درسای زندگی عمیق توی جونمون میشینه. یاد میگیریم حال خودمون رو خوب کنیم، به شناخت عمیق خودمون پی میبریم، با خودمون صلح میکنیم، آشتی میکنیم، تموم میکنیم این همه دعوا و کنایه هایی که یه سر تو گوشه ذهنمون به خودمون طعنه میزنیم. میشیم صمیمی ترین دوست خودمون. علاوه بر اینا به استقلال هم میرسیم، چون وقتی فقط خودت باشی و خودت، دیگه مجبوری کاراتو خودت بکنی، نه پدر و مادر و دوستات. میفهمی که فقط خودتی که باید از این منجلابی که توش گیر کردی خودتو نجات بدی. یاد میگیری خودتو دوست داشته باشی. متوجه چاله چوله های شخصیتت میشی، به خودت آگاه میشی، شروع میکنی به تغییر کردن. مثلا من تو دوره تنهاییم خیلی آدم آرومی شده بودم، برخلاف چیزی که اغلب اوقات بودم. تونستم این آرامش رو تجربه بکنم. الان دیگه دست خودمه که آروم باشم یا پر انرژی، به انتخاب خودم. وقتی بفهمی که فقط خودتو داری، دیگه میبینی اونقدرم نظریه بقیه مهم نیست، حالا چه مثبت باشه چه منفی. تحت تاثیر حرفاشون قرار نمیگیری و نظر تنها شخصی که مهمه خودتی. دیگه سریع آزرده خاطر نمیشی، نمیرنجی، چون مثل یه کوه پشت خودتی. اینو تازه یه ذره از فواید تنهاییه. بازم بگم فوایدشو که شنیدی. بریم سراغ این که چطوری تنها باشیم. ببین وقتی یکم سرت خلوت میشه سری میری سراغ چه کاری؟ آره، گوشی. جواب اکثرمون همین لعنتیه. گوشی شده در دسترس ترین ابزاری که هم کنار آدمای واقعی زندگیت نباشی، هم کنار خودت. پس استفاده از این گوشی رو به حداقل برسون. دوم، با آدمای کمتری ارتباط داشته باش، حداقل برای 1 ماه. این دوستاتو بذار کنار، با خودت دوست شو. تنهایی برو خرید، تنهایی برو کافی شاپ، تنهایی پیاده روی کن، با خودت عشق کن. خیلی خوب. حالا زمانهایی که تنهاییم چی کار کنیم؟ این ایده ها رو میتونی یادداشت کنی. مدیتیشن کن، کتاب بخون، افکارتو بنویس. فیلم ببین، درباره شخصیت الانت و شخصیت ایدئالت فکر کن. اونا رو یادداشت کن. نقاشی بکش، به پوست و موت رسیدگی کن. کارای عقب افتاده‌تو انجام بده، یه سرگرمی جدید یاد بگیر، مثلا ساز بزن. گلدوزی بکن یا بافتنی. درباره اهدافت بنویس. برنامه ریزی کن. تنهایی برو سینما، برو پارک و. لطفاً جوری رفتار کن که انگار نامرئی، کسی تو رو نمیبینه، قضاوتت هم نمیکنه. لطفاً خودت باش. خودتو احساس بکن، مثل خودت رفتار کن. اصلا مگه چه اشکالی داره آدم با خودش خوش باشه؟ چه اشکالی داره برای خودش نامه‌های عاشقانه بنویسه؟ به علایقش رسیدگی کنه، برای دل خودش زندگی کنه؟ از این به بعد به خودت قول بده، چه توی این دوره تنهاییت چه بعد از اون، با خودت طوری رفتار کنی که انگار عشق اول زندگیتی.
ازت میخوام آزادی درونتو احساس بکنی. آزادی که تو این تنهایی حسش خواهی کرد. راحت توی شهر شلوغ پلوغ قدم بزن و فقط تمرکزت روی خودت باشه. احساساتت رو احساس بکن. بفهم دقیقاً تو کی هستی. توی تنهایی افکارتو بهتر میشنوی. بهت قول میدم. سکوت میکنی، کمتر حرف میزنی و کاملاً حواست به خودته. این فوق‌العاده است. لطفاً از خودت دیگه فرار نکن. راستی، ما چرا به دوست احتیاج داریم؟ واقعاً داشتن دوستای خوب یه نعمت بزرگه. منکر این نمیخوام بشم. ولی اول از همه دوست خوب خودت باش. وقتی خودتو درک کنی، نیازی به درک شدن توسط بقیه نداری. واقعاً تنهایی لذت بخشه. اصلا چیز بدی نیست. اینو باید 5 سال پیش به خودم میگفتم. 5 سال مداوم ازش فرار کردم. ولی خب من الان اینجام که اینا رو به تو بگم. تو به حرفم گوش بده. اشتباه منو تکرار نکن. از الان تمرین کن با خودت زندگی کردن و اینقدر ازش فرار نکن. بالاخره یه روزی همه آدما از کنارت میرن و تو با خودت باید تنها بشی. اون موقع رنجش خیلی بیشتره. تحمل کردن این که دیگه هیچ کس کنارت نیست واقعا سخته. طاقت فرساست. پس قبل از اینکه زندگی دونه دونه آدم‌های مهم زندگی تو ازت بگیره، خودت باهاش مواجه شو. خودتو توی اون شرایط قرار بده قبل از اینکه کسی بخواد از پیشت بره. اینطوری قدر آدمای اطرافت هم بیشتر میدونی. اصلا خیلی باحال‌تر میشه ارتباطاتت، همه چیت. چون خودتو داری میفهمی، خودتو داری احساس میکنی، خودتو دوست داری. برای خودت ارزش و احترام قائلی. فقط کافیه تجربهش کنی تا بفهمی که من دارم از چی صحبت میکنم. یه چیز جالب دیگه‌ای که درک کردم اینه که وقتی تنهایی رو تمرین میکردم متوجه ارزشمند بودن خودم شدم. دیدم چقدر حیفه که این زهرا رو راحت در اختیار بقیه قرار بدم. دیدم که چقدر حضورم ارزشمنده. نه بگید زمانم رو با یه سری آدم یا یه سری کارهای بیهوده تلف بکنم. خلاصه این که از تنهایی باید لذت برد. با حضور خودت. بقیه هم بعداً بهش اضافه میکنی. اگه خودت از کنار خودت لذت نمیبری، بقیه چرا باید ببرن؟ همه توجهت روی خودت باشه و این اصلاً چیز بدی نیست. دربارش عذاب وجدانم نداشته باش. این که بخوای خودت رو اولویت قرار بدی. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا هفته‌های بعد سراغم بیاین. تو کامنت ها بگین که چقدر با خودتون احساس راحتی میکنید و تا حالا تنها بودین، چطوری حس و حالش. راجع به تنهاییت با هم صحبت کن. ممنون که ویدیو رو لایک کردی، با دوستات به اشتراک گذاشتی. خدافظ.